مردم شریف تاجیکستان سلام علیکم. یک دو ماه پیش کی در یادش هست که محیدین کبیری با اپوزیسیون روس رنگ خودش یک تروریست دیگه کروگ نستول شدگی بودن و محیدین کبیری گفته بود که در افغانستان هست یک کماندیر با نام خراسانی، اگر طالبا اجازتش بتانتن با آخر سال یک هفته در دوشنبه میروند. امروز این آدم یک خبر داد که ایساقوف ایوب یک ویدیو براشینی که محیدین کبیری را بگو که کماندیر تا اوجه یا موشید پشت پنجره ده ترما ده آدم. ایساقوف ایوب اینمی که دیده سین، اینمی شکلی که دیده سین ایرا کش کلانی طالبا داری من نرکمانه خدمت کرده گیه آزادش کنی. ای آدم با نرکمان بده. محیدین کبیری مرد بطوری اپوزیسیا را من آدمان بسیار گپوشا باور نمیکنم. من گفته بود که محیدین کبیری این همی آدما گارانتی دادگی بوده که اگر ما ولست بگیرم مطرح وزیری MVD جمهوری تاجیکستان میکنم. این همی نرکمان محیدین کبیری گفته بودش که وزیری MVD میشه. من ایرا بسیار گپوشا باور نمیکنم برای که صورت پدر شما روی کردم در تلگرام. زنگ زد گفت که ما اگر تاجیکستان برم کلای پدر ما میگیریم که زیدی ما گپ زدگیه. هموطنان عزیزم زنده باشه.